یه سری از جذاب‌ترین ترکیبات جهان، بریم تو کارش. اولیش روز برفی و آشرشتی داغ، وای وای خیلی خوبه، با روز بارونی هم جوابه. دومیش کتاب و قهوه، آره برای اونایی که اهل کتابن مخصوصا خیلی میچسبه. قبل اینکه بریم سراغ قصه‌اش، اگه تا اینجا ویدیو از ویدیو خوش اومد حتما اون دکمه لایک بزنم و مثل ریاکت رو خوشحالش کنم. سومیش چیپس و ماسموسی، عاشقشم. اصلا بگیم میشه کسی عاشقش نباشه این ترکیب دوست نداشته باشه؟ چهارمیش فیلم فست فود، به خصوص نصف شبم باشه، وای خودش گاده اصلا. پنجمیش موسیقی و شب، آخ آخ دقیقا یه آرامیشی داره، مثلا تاریک باشه موزیک هم بذاری میخوای بخوای، وای خیلی گاده. قبل اینکه بریم سراغ قسمت 6، اگه تا اینجا ویدیو از ویدیو خوشت اومد حتما اون دکمه سابسکرایب رو بزن که از آپلود ویدیوهای آینده با خبر شی و هم دل من مثل ریاکت رو خوشحال کنی. بریم سراغ ادامه ویدیو. شماره 6، پتو کولر. آره یعنی اصلش همینه، یعنی اگه سگلرز باشی زیر پتو هم باشی ولی حاضر نشیم کولر 20 ساعت خاموشش کنی. وای وای من خودم این کارو میکردم. شماره 7، سیب زمینی و سس کچاپ که اصلا آدم سیری نمیشه، خودش یه معجزه است. شماره 8، چای و باقلوا، خیلی میچسبه، خدای جزو بهترین است. شماره 9، کالباس و خیارشور، آخ آخ دقیقاً به خصوص با سس مایونز، وای چی بشه. و در آخر دهمیش، خیار و نمک، خیلی خوبه خداییش، ترکیبش خیلی عالیه، مخصوصا خیار پوست کنده باشه نمک، اوف. بعدی رو شما داخل کامنت ها بگید.